سلام دوستان، خسته نباشین. امیدوارم که حال دلتون خوب باشه. من احسان 088 هستم. تازه کارم تو یوتیوب شروع کردم. ممنون میشم با لایک و سابسکرایباتون به من انرژی بدین تا من ویدیوهای بیشتر واسهتون بذارم. آقا امروز واسهتون یه دوئل آوردم. خوراک فشاریاست. یه جوری این بنده خدا فشاری شد لفت داد. اصلا فقط نگاه کنین. اینجا فکر کردم اچس دستشه. اچس رو کشیدم، بعد دنبال شدم بهش راش بدم. اینجا دیدمش بهش راش دادم، اینجا زدمش، بعد رفتم واسه راش بعدی. اینجا فقط میرفت رو کانتینرها این ور اون ور کمپ میکشم. بعد که دیدم دیل دستشه بودم بذار ببینم دیل میکشم. اینجا دوباره زدمش، یک کم جلوتر الان منو میزنه. بعد دیل میکشم. فقط نگاه کنی این بنده خدا یه جوری فشاری میشه لفت میده وسط بازی، اصلا نمیذاره بازی تموم شه. فقط هم بالا کانتینرها این ور اون ور میرفت، راه میرفت یک ذره بالا کانتینرها نمیومد پایین. اینجا منو زد، دیل رو اینجا میکشم الان واسه. الان اینجا دیل رو کشیدم، بعد اینجا الان بهش راش دادم. اینجا که منو زد هیچ، ولی واقعا خوشگل بازی میکرد، ولی فشاری بود در حد تیم یک سر هم بالا کانتینرها اینا خط میگرفت. فقط نگاه کنین دوستان، خیلی این بنده خدا فشار خورد. فقط نگاه کنین، من دیگه چیزی نمیگم، خودتون ببینین. فقط بالا کانتینرها خط میگیره. اگه قبول نداری بذار بدام بیت بگه تالا شده جز پول چیزی پارتیت بشه. اگه این کاری بیا خب کار هیت بده. کیرم تو رپری که بخواد باد فیت بده. اینجا خط منو گرفت، اومدم برگشتم یه دمیج دادم بهش، دوباره برگشتم دیدم یه دفعه اومد زدمش. اینجا ریلود بودم، یعنی یه تیر دیگه زدم ریلود کامل بودم. اینجا منو دمیج دادم پشت کانتینر، با همین یه تیر رفتم جاش. اینجا دوباره دمیجش دادم، بازم نمرد. اصلا من داشتم فشار میخورم خودم. اینجا اینترنتش نمیدونم قطع شد یا کمپری کرده بود. فکر کنم کمپری کرده خط بگیره. تا پا شد فینیشرش رو گرفتم. بعد از اینجا دیگه فشار خوردنه داشت شروع میشد. اینجا من واقعا خوشگل زد. یه جا هست از اینجا میام بهش راش بدم، واقعا خوشگل منو میزنه، دمشم گرم. ولی فقط نگاه کنین بنده خدا چجوری خط میگیره. فقط بالا کانتینرها خط تو منو میگیره. اینجا دوباره اینترنتش قطع شد، واسادم تا این پینکش خوب شه. اینجا الان یه دنس جلوش میزنه، تا دنس من تموم میشه این شروع میکنه به راه رفتن. فقط خودتون نگاه کنید. اینجا شانس آوردن که من نظر. اینجا هم دنس من تموم شد شروع کرده. اینجا ببینیم ماشین الان میزنمش. فقط امینا بالا کانتینرها. خیلیه که با بی غیرتی برسی از نقطه به شکل. جنگ بین فقر فرهنگ دختر رو تو استوری میدن هر جمعه شیک. وقتی که یه عقده‌ای به عرش میرسه میشه هر عقده شیپ. با شاه توی آلبوم ولی توی ترک دیست بکنیم نشد که بشه. زن داره پی زن دوم. اینجا ریلود بودم، اومدم فرار کنم ریلود کنم، دراز کشیده زد منو زد. بعد خوابید منو زد. ریلود هم الان دنبالشم، ولی خیلی خط گیری میکرد. فقط خط میگرفت رو کانتینرها این و اون. بله دوستان اینجا بود. خیلی منو واقعا قشنگ زد، اصلا نذاشت من عکس العمل نشون بده. میدونم زیاد پر حرف میزنم، الان دیگه حرف نمیزنم. فقط نگاه کنین چطوری این فشار، خودتون ببینین دیگه چجوری بالا کانتینرها خط میگیره. اگه قبول نداری بذار بدام بیت بگه تالا شده جز پول چیزی پارتیت بشه. اگه این کاری بیا خب کار هیت بده. کیرم تو رپری که بخواد باد فیت بده. ببین این آهنگو دوشنبه شب نوشتم، سه شنبه صبح ریکورد کردم، سه شنبه شب داری گوش میدی. صدام هم گرفته بود، سرما خوردم و این که داداش خیلی فرق بین شهرت. اینجا با اینکه خط گرفته بود بازم زدمش. خیلی
آقا از اینجا فشار خوردن اصلی شروع میشه. فقط نگاه کنید دیگه، فقط خودتون نگاه کنید، هیچی نمیگم، فقط نگاه کنید ببینید چجوری این یه میره بالا کانتین را کمپ میکنه میاد. فقط هم کمپ میکرد، یه میره بالا کانتین را اونور بر. اینجا دیگه فشار خوردن اصلی شروع میشه. اینجا ریلود میکنم، بعد میام باش دوباره راش میدم بهش. اینجا فینیشرش گرفتم دیگه، فشار داشت میخورد، فقط لفت داد بازی تا فینیشرش گرفتم.